به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم. افتخار اینو دارم که امروز در خدمتتون باشم. جلسه اول سلسله جلسات هوش مصنوعی با همت استاد صالحی عزیز برگزار میشه. صدام ضبط میشه خانم دکتر؟ اینو کلا به صورت ویدیو میدم خدمت، یعنی اصلا هم ویدیو میدم خدمتتون، همین که یک فایل آموزشی بعداً بهتونم میدم، اصلا نیازی به نوشتن و ضبط کردن و هیچ نیست. امروز میخوایم در مورد ابتداییات هوش مصنوعی در ابتدا صحبت بکنیم و بعدش در مورد خود هوش مصنوعی نوتبوک LM شروع کنیم به صحبت کردن. خب هوش مصنوعی رو همینطور که اساتیدم احتمالاً کار کردن و میدونن، ما کلا 3 تا دسته هوش مصنوعی داریم. الان من محیطی که دارم صحبت میکنم محیط هوش مصنوعی گوگل یا جمینی هست که برای ارائه این جلسه هم از همین استفاده کردم. جلسات بعد در مورد همین هوش مصنوعی و استفاده از اون و اینکه چجور ازش استفاده بکنیم، مخصوصا مثلا همین شکل ها و نمودارهایی که میتونه بهتون بده در ارائه کلاس هایی هم که دارید میتونه بهتون کمک کنه صحبت میکنیم. اما حالا صحبت اون بیشتر در مورد نوتبوک LM امروزه انشاءالله. خب هوش مصنوعی رو میشه کلا به 3 تا دسته تقسیم بندی کرد. هوش مصنوعی محدود که ANI گفته میشه. این هوش مصنوعی هوشیه که در حال حاضر همه داریم استفاده میکنیم. هر نوع هوش مصنوعی که شما بشنوید یا کار بکنید جز این دسته بندی میشه. اینا یه هدف خاص دارن، یه سری کارهای خاص فقط میتونن انجام بدن. برای مثال در پزشکی ما یه سیستمی اگر بتونیم طراحی بکنیم که با MRI بتونه تومور رو تشخیص بده، میشه هوش مصنوعی محدود. بعد از اون در مورد هوش مصنوعی عمومیه که AGI هست که هنوز در حد تئوری و عملیه، یعنی ما وارد دسته 2 تا الان نشدیم. الان چت جی پی تی 5 که 2 روز پیش معرفی شد، صحبت از این بود که این هوش مصنوعی احتمالاً یک هوش مصنوعی AGI باشه. البته هنوز نمیشه گفت، در حدی که این هوش مصنوعی درک و شعور شخصی خودشو داره. نیاز نیست ما بهش الگوریتم یا توضیحاتی بدیم واسه کار دادن. به صورت روتین میتونیم روی یه سیستم بالا بیاریم و اون سیستم به صورت یک فرد متخصص اون کارهایی که مورد نیاز هست انجام بده، بدون که ما بهش اوردری بدیم، بدون که دستوری بدیم. خب این هنوز در حد تئوریه. و بعد از اون هم ابرهوش مصنوعی یا ASI هست. این ابرهوش مصنوعی هم که دیگه حالا احتمالاً چیزی که دارن میگن تا 20 یا بعد از اون ممکنه بهش دسترسی پیدا بکنیم. اما به صورت کلی زیر شاخه‌های کلیدی هوش مصنوعی، یعنی مکانیسم عملکردشون اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، به 2 تا دسته تقسیم بندی میشن: ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی جنریتیو یا پردازش زبان طبیعی. هوش مصنوعی ماشین لرنینگ فرض و مثال بر این بگیره که شما میخواین یک سیستمی طراحی بکنید برای پیش بینی ریسک ابتلا به دیابت. میان یه چیزی حدود مثلا هزاران پرونده پزشکی رو کامل که در مورد یک فرد دیابتیه به این سیستم میدین. این سیستم خودش میره یه الگوریتم تشخیص میده. از این به بعد هر فردی که شک دارید به دیابت رو پروندهشو بهش بدید، میتونه بر اساس این الگوریتم به شما بگه این چند درصد احتمال دیابت داره یا 100% احتمال دیابت داره یا نه. خب ما با ماشین لرنینگ هم کاری نداریم. ما الان صحبتمون در این جلسات و جلسات بعد در مورد هوش مصنوعی مولد یا جنریتیو AI هست و پردازش زبان طبیعی. منظورمون بر سیستم هایی هستند که میتونن گفتار و نوشتار ما رو درک بکنن. ما میتونیم وایس بهش بدیم متوجه بشه، میتونیم تکست بهش بدیم متوجه بشه، که این هوش مصنوعیه که داریم صحبت بکنیم. و بعد از اون هم هوش مصنوعی مولد مثل چت جی پی تی، مثل همین جمینایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. پس این شد دسته‌بندی هوش مصنوعی که باید در جریان باشید که حالا به صورت محدود دیگه، حالا هر وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت کردم بدونین ما یه همچین دسته‌بندی واسه این کار داریم. حالا من از خود هوش مصنوعی جمینای و از قابلیت کنواسش که بعداً در جلسات بعد بهش اشاره میکنم، میتونین یک جایگزین مناسب برای پاورپوینت هامون یا حالا هر چیزی مثل پوستر تهیه کردن باشه میتونین بعداً استفاده کنین. کیفیت کار بالایی داره
برای مثال من ازش خواستم همین مواردی که واسه من توضیح داده رو به صورت یک نمودار به من بده. همونطور که می‌بینید پیش بینی رشد بازار هوش مصنوعی تا 20 رو اگر دقت بکنیم بالاترین زمینه رو بهداشت و درمان احتمال دادن. اینا بر اساس دیتای داخل اینترنته که در آورده و بعد از اون مالی و بانکی، بعدش خودروسازی و تولید. پس ببینید ما در حیطه‌ای هستیم که روش فوکوس خیلی زیادیه، پول خیلی زیادی داره وارد میشه و پیشرفت خیلی بالایی داره. حالا در مورد چشم اندازش که ما تا که به هوش مصنوعی AGI میرسیم، از متخصصان مختلفی نظرخواهی کردن که گفتن احتمالاً تا دهه آینده یا 2 دهه آینده ما به این هوش مصنوعی میرسیم که این کار ما رو خیلی راحت تر میکنه. اما بیایم در مورد ماشین لرنینگ هم من یه توضیح دادم، گفتم خب چجوری میتونه از تحلیل تصاویر پزشکی یا تحلیل داده های پزشکی، پرونده بدیم، عکس بدیم، حالا هر چیز دیگه ای، بتونه یه سری کارا واسه ما انجام بده. این ماشین لرنینگ به درد کجا میخوره؟ این خیلی شاید به درد آموزش و پژوهش ما نخوره. یعنی ما به عنوان حالا کسایی که در بیشتر نقشمون در قضیه آموزش و پژوهشه، ماشین لرنینگ بیشتر برای موارد تحقیقاتی شاید به در بخوره. تحلیل تصاویر پزشکی که الان هوش مصنوعیش وجود داره، مثلا خود گوگل یک هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر CT اسکن و MRI داده. و عرضم به خدمتتون که حالا بقیه موارد که ماشین لرنینگ و جنراتیو AI چه کار میکنن که من ازش میگذرم، برسیم در مورد خود هوش مصنوعی نوتبوک LM. ببینیم ما چرا اینو انتخاب کردیم به عنوان یک عرضم به خدمتتون هوش مصنوعی که در ابتدا شروع کنید. شما واسه هر کاری که میخواین انجام بدید میرید مراجعه میکنید به یکی از هوش‌های مصنوعی مولد مثل چت جی پی تی، جمینا یا کلود یا هر چیز دیگه‌ای که استفاده میکنید. این هوش مصنوعی‌ها یه سری خطاها دارن، یه سری ایرادات دارن. به صورت اختصاصی از فایلی که شما میدن، اختصاصی از مطلبی که شما میخواین، مطلب تولید نمیکنن، سوال تولید نمیکنن و ممکنه که هالوسینیشن یا توهم بزنن و اطلاعات نادرستی به شما بدن. اما این هوش مصنوعی خوبیش و قابلیتش اینه که فقط از اسنادی که شما میدید، مثلا شما میخواید یک فایل پزشکی، مثلا ما میخوایم منبع خودمون نلسون رو بهش بدید، فقط دیگه از این نلسون میره میگرده اطلاعات به شما میده، چیزی از خارج از اون نمیده. پس نسبت به چت جی پی تی یا جمینا یا هوش‌های مصنوعی عمومی خوبیش اینه که از اسناد شما استفاده میکنه، ارجاع دقیقی میتونه بهتون بده. اگر بخواید سوالی طراحی بکنین، هر چیزی طراحی بکنین، دقیقاً بهتون ارجاع میده که این سوال، این مطلب از کجای کتاب طراحی شده و از کجا اومده، که حالا به اینا بهشون میرسه. خب میگم حالا من به صورت کلی این چیزی که میخوام صحبت بکنم امروز رو به وسیله همین هوش مصنوعی نوتبوک LM تبدیل کردم به یک فایل PDF که قدم به قدم که چجوری نوتبوک تهیه بکنید، از امکاناتش چجور استفاده کنید با شکل توضیح دادم. خیلی نیازی به نوشتن یا چیز کردن نیست. خب حالا ما وارد سایت نوتبوک LM میشیم که زیر مجموعه‌ای از گوگله. وقتی وارد این سایت بشید، روی گزینه ترای نوتبوک LM بزنید، وارد سایتتون میشید. از طریق همون جیمیلی که دارید میتونید ثبت نام بکنید. 2 تا حساب داریم، حساب رایگان، حساب پرو که من الان اینجا حساب پرو رو دارم. وارد صفحه که میشید یه سری نوتبوک هایی رو به شما پیشنهاد میده. در این بالا این نوتبوک هاییه که خود گوگل تهیه کرده برای آموزش شما. موضوعات مختلفی داره، از فرهنگ و اقتصاد و سیاست و ایناست، برای اینکه به شما یاد بده چجوری منبع اضافه کنین، چجوری خروجی بگیرین، چجور کار بکنین باش. خب برای مثال من شروع میکنم از یک فایل وایسی که حالا داشتیم در مورد اسپیرومتری، یک کلاسی در مورد اسپیرومتری داشتیم و من اون رو گذاشتم و میخوام در مورد اون صحبت کنم. در ابتدا این محیط نرم افزار نوتبوک LM به 3 بخش تقسیم بندی میشه. یک بخش سورس شماست که منابعتون اضافه میکنه که به دیتیل توضیح میدم خدمتتون. یه بخش چت شماست که میتونید مثل هوش‌های مصنوعی دیگه باهاش چت بکنید، ازش سوال بپرسید، دیتا بگیرید. یه قسمت دیگه استودیو هست که در اون یه سری کارهای دیگه میشه انجام داد. در ابتدا اولین کاری که ورودی نوتبوک LM انجام میدید، تو بخش سیتینگ که برید، اوتپوت لنگویج رو کلیک بکنید.
در اینجا زبان خروجی دستگاه رو و هوش مصنوعی رو شما تعیین میکنید. اگر میخواین جواب رو بهتون فارسی بده، بعد اینجا فارسی بدید. اگر میخواید جوابتون انگلیسی بده، بعد از اینجا انگلیسی رو انتخاب کنید. من حالا فعلا فارسی رو انتخاب میکنم. بریم جلوتر. نیازی هم نیست منبعتون حتما فارسی باشد یا انگلیسی، فرقی نداره. شما منبع رو انگلیسی بذارید، منبع رو فارسی بذارید، منبع رو فرانسوی بذارید. در نهایت اگر ازش سوال پرسیدید، منبع رو ترجمه میکنه و فارسی به شما جواب. حالا چجوری بهش منبع اضافه کنیم؟ همینجور که اینجا میبینید ما دو تا دکمه داریم، یه دکمه اد داریم و یه دکمه دیسکاور. تو دکمه اد اینجا شاید یکی از ویژگی های مهم نوتبوک LM باشه که شما انواع و اقسام دیتا ها و فایل ها رو میتونید بهش بدید و نیازی نیست حتما یک فایل به صورت PDF یا ورد باشه. اولا اینکه در حساب رایگان شما 50 تا بیشتر سورس نمیتونید وارد کنید، یعنی 50 تا PDF یا ورد یا ویدیو یا حالا هر چیز. در حساب پروژه تا 300 تا هم اجازه دارید. چه چیزایی رو میتونید وارد بکنید؟ اگر فایلی در گوگل داکستون دارید، گوگل اسلایدتون دارید، میتونید همینجا مستقیما از حسابتون وارد کنید بدون اینکه بارگذاری بکنید. اگر لینکی دارید، یه سایتی دارید یا یه یوتیوب، مثلا میگم شما الان میخواید یه یوتیوب یه فایلی هست یا یک ویدئویی هست از یکی از اساتید خارج که حالا میخواد یک ساعت و نیم کنفرانس داره، میخواد صحبت بکنه، اینو فرصت نمیکنید بخونید یا بشینید یک ساعت و نیم گوش بدید. لینک یوتیوب رو وارد این میکنید و بعداً از طریق حالا پرامپتایی که میگیم یا کاری که میگیم میتونید ازش اسلاید تهیه کنید، خلاصه تهیه کنید، وایس تهیه کنید که راحت‌تر بتونید جمع‌بندیش بکنید. در نهایت نه، هیچ کدوم از اینا رو ندارید، فقط یک فایل تکست دارید. خب از اینجا میتونید وارد بکنید. قسمت دیسکاورش برای چه مواردیه؟ برای مواردی که شما یا منبعی در موردش ندارید یا میخواید منابعی بهش اضافه کنید. مثلا من الان میخوام در مورد اسپیرومتری مثلا بگم اسپیرومتری ویژگی اسپیرومتری در کودکان. شروع میکنه سرچ کردن از جاهای مختلف، مخصوصا یوتیوب، مخصوصا اینترنت، سایت هایی که بازدید زیادی دارن، برای شما یک سری موارد میاره. فارسی بخواین فارسی میگرده. مثلا الان رفته از دکتر مدرسی فوق ریه کودکان تهران واسه من یک مطلب آورده که احتمالاً یکی از سایت های حالا معموله. پس میبینید دیتایی که به شما میده چیزی که مثلا میره از آپارات در میاره واسهتون. اینها به درد کار علمی و پژوهشی خاص نمیخوره. یعنی دیسکاور رو سعی کنید یا استفاده نکنید یا پرامپت مشخص، یا برید بگردید ببینید کدوم یکی از اینا خوبن، میتونید حذف بکنید، اضافه بکنید یا هر کار دیگه. اگر بهش دستور انگلیسی بدید، از منابع انگلیسی سرچ میکنه و منابعی که از انگلیسی به شما میده خب بهتره. اگر هم بخواید این همه این سورس ها رو بهش اضافه کنید، این ایمپورت رو میزنید رو بهش اضافه میشه. خب حالا این چه خوبیایی داره؟ الان مثلا فرض کنید که من یه کلاس اسپیرومتری گذاشتم، فرصت نکردم اینو حالا یا خلاصه بندی کنم یا پاورپوینتش کنم یا حالا هر چیزی. یکی یه وایسی گرفته به من داد، من این وایس رو گذاشتم اینجا به شما یه خلاصه ای از این منبع به شما میده. میگه این منبع اسپیرومتری در مورد تستای عملکرد ریه است، نحوه تفسیرش رو داره صحبت میکنه، حالا چیزای مختلف. خب شما یه سری چیزها دارید تو این قسمت که میتونید ازش استفاده بکنید. من اول برم قسمت استودیو. در مورد تو قسمت استودیو من اینو یه هفته پیش توضیحاتشو و این چیز PDF که گذاشتم واسهتون رو آماده کردم و اسکرین شات گرفتم. جالبش که تو همین یک هفته این قسمت استودیو تغییر کرد، یعنی چیزای جدیدی بهش اضافه کرد. پس اینقدر سرعت تغییرات تو این زمینه اینقدر بالاست که من یه هفته پیش فایل درست کردم، همین 2 روز پیش تغییر کرد. خب تو این قسمت ریپورت شما میتونید یک خلاصه از این فایلی که دارید رو عرضم به خدمتتون واسهتون تولید بکنه. که من مثلا برای این مثال من الان کلیک میکنم، شروع میکنم به جنریت کردن. دقت بکنین اگر اوتپوتتون رو فارسی بذارید، چیزی که جنریت میکنه واسه شما فارسیه. اگر انگلیسی بکنید، حتی اگر سورستون هم فارسی باشه،
فرقی نداره. شما سورستون فارسیه ولی میخواین یک خلاصه انگلیسی تهیه کنین، سورستون انگلیسیه میخواین یک خلاصه فارسی تهیه کنین، فرقی نداره. شما اوتپوتتون مهمه، اوتپوت رو تعیین بکنید میتونه بر اساس اون به شما بده. پس ما یه بریفینگ داک داریم که خودش به صورت خلاصه وار، یعنی بر اساس الگوریتمی که بهش دادن، هر فایلی که بهش بدین میخواد 10 صفحه باشه، میخواد 100 صفحه باشه، واسه شما یک خلاصه تعیین میکنه. خلاصه ای که میده من بر اساس چیزایی که بهتون دادم، یعنی بهش دادم، خیلی آنچنان خلاصه جذابی نیست. یعنی نکات مهمی که مثلا مد نظر من بوده رو وارد خلاصه نکرد. یعنی الگوریتمش شاید خیلی به درد کتاب نخوره. میتونید فصل بهش بدید خلاصه کنه واسهتون، ولی کتاب رو بهش بدید نمیتونه خلاصه کنه. مورد بعدی استادی گایده. مثلا شما 10 تا یه موضوعی رو الان میخواین شروع کنید به خوندن. مثلا میخواین در مورد آمبولیریه که خیلی وقت پیش بوده خوندید، میخواین برید شروع کنید به خوندن. یه سری مطالب هم دارید از کتاب‌های مختلف، همه اینا رو بهش میدید و نمیدونید از کجا شروع کنید، چه جور شروع کنید، وقتش هم ندارید این 10 تا منبع رو بخونید. این استادی گاید رو میزنید، به شما به صورت فارسی میگه که خب شما برای اینکه این مطلب رو بخونید اول از کجا شروع کن، بعد برو چی رو بخون، کجا مهمه، قدم به قدم میره واسهتون جلوتر، بر اساس اون میتونید مطلب رو بخونید. یه FAQ به شما میده، پرسش و پاسخ‌های مهم اون مطلب، که از این FAQ برای طراحی سوالات مثلا مثل سوالات مثلا اینترنی یا استاجری هم میتونید استفاده کنید. یعنی سوال رو به صورت تشریحی میپرسه، 4 تا خط هم میده و از اونم میتونید بپرسید. سوالهای مهم و تکراری اون مطلب رو بهتون میده. و بعدی هم تایملاینه. این مخصوص مطالبیه که تاریخ دارن. مثلا شما دارید در مورد یک مطلب تاریخی میخواین بخونین، این تایملاین رو که بزنید میگه در سال فلان پادشاه فلان چی بوده، از پادشاه فلان. تو در مطلب ما، در عنوانهای ما شاید خیلی تایملاین به درد نخوره، چون ما خیلی آنچنان با تاریخ سر و کار نداریم. الان من سرعت اینترنت هم پایینه، خیلی آنچنان جنریت کردنش خیلی طول میکشه، به خاطر اینکه وقت کلاس نره من حالا مثالای دیگه رو واسهتون بزنم. خب پس این شد مطالبی که اینجا بهتون میدن. اما مهمترین قسمتش و شاید بگم زیباترین قسمتش این مایند مپه. یعنی شما وقتی یه مطلب رو به این میدین، این به صورت به این شکل، به صورت یک گرافیک خیلی قشنگ به شما شروع میکنه به توضیح دادن و میتونید باهاش هم حالا بالا پایین بکنید. مثلا اومده گفته اسپیرومتری، تعریف و اهمیت. شما بر اساس همین میتونید مثلا کلاس برگزار کنید. مطالب یه بیسلاین حالا از خود مطلب دارید، میدونین، فقط کافیه شما به شما بگه که خب حالا در مورد تست پولمونری فانکشن صحبت کن، شایع‌ترین تست‌های ریوی رو صحبت کن و موارد دیگه. هر کدوم از اینها مثلا شرایط انجام، سن بیمار. مثلا من اگر بخوام روش بزنم، مثلا رو همین بالای 6 سال، ممکنه این کسی سوال داشته باشه چرا استاد بالای 6 سال؟ 2 تا کلیک روی این بکنید، برمیگرده روی مطلب شما که در مورد همین تیکه است که چرا بالای 6 سال راحت تره، بهتون اون تیکه از مطلب رو کامل میده و شما میتونید بهش رجوع کنید. حالا این وایس شما فرض بر این بگیرید که یک کتاب باشه، همون قسمتی که خودتون سوال دارین رو کلیک کنید، راحت واسهتون میاره. در نهایت همه این موارد قابل باز شدنن و شما بر اساس این میتونید کاملا مطلبی رو ارائه بدید. در نهایت هم میتونید ازش خروجی بگیرید، ازش دانلود بکنید و به صورت یک عکس این رو داشته باشید. همونطور که الان مثلا ببینید من اینو دانلود کردم و این عکسیه که به من میده. شما همین رو میتونید بعداً در خلاصه حالا هر جایی که میخواین قرار بدید این رو هم قرار. پس این شد از مایند مپ. 2 تا چیز دیگه هم هست به نام اودیو اوورویو و ویدیو اوورویو. اودیو اوورویو چیکار میکنه؟ بر اساس منابعی که شما میدید، میخواد 1 منبع باشه، میخواد 300 منبع باشه، میاد شروع میکنه به وایس تهیه کردن. مثلا شما یه کتاب دارین، یه فصل دارین، خیلی وقت نخوندین، فصل جدید کتابی هم هست از ادیشن جدید کتابه، الان فرصت این که بخواین خط به خط بخونینشو ندارین، میاد واسه شما یک وایس 12 دقیقه‌ای از صحبت 2 نفر که هوش مصنوعی هم هستن ولی خیلی روان فارسی صحبت میکنن رو واسه شما ایجاد میکنه. شما با 10 دقیقه 15 دقیقه حداقل نکات مهم این فصل رو میتونید مرور بکنید. نکته خوبی که داره، میتونید کاستومایزش بکنید. مثلا میتونید بگید برو فقط روی قسمت درمان این مطلب فوکوس کن. بهتونم گفته
مثلا فوکوس آن اسپسیفیک سورس، چه چیزی رو در مورد چی صحبت بکن، در مورد چه تاپیکی صحبت بکن، صحبت کسایی که دارن صحبت میکنن روی چه چیزهایی باشه مینویسی و بعد بر اساس اون جنریت میکنه. مثلا من اینجا به صورت خروجی فارسی مثلا جنریت کردم دیروز. من الان کلیک میکنم، صداشو گوش بدیم یه بتونه باز شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به یکی از تست‌های خیلی رایج و البته مهم برای ریه‌ها، اسپیرومتری. شاید اسمش رو شنیده باشید یا حتی خودتون انجامش داده باشید، مثلا برای سرفه یا تنگی نفس. ما یه گفتگوی تخصصی داریم که کمک میکنه بفهمیم این تست دقیقاً چی رو اندازه میگیره و خب نتیجهش چی رو درباره وضعیت ریه‌های شما میگه. آماده اید که با هم این موضوع رو بررسی کنیم؟ دقیقاً. سلام عرض میکنم. اسپیرومتری ببینید. شما سرعتش هم میتونید بیشتر بکنین. اگر به نظرتون میاد سرعت خیلی کندی داره میتونید شاید ظاهرش ساده باشه اما یه ابزار تشخیصی خیلی فرصت اینم ندارین الان بخونین، مشکلی نیست، میتونید دانلود بکنین بعداً بخونید، میتونید شیرش بکنید برای کسای دیگه هم بفرستین اونها هم استفاده بکنن. خب این از این اودیو اوورویوشه که واقعا چیز جذاب و خوبیه و باز هم میگم تکرار میکنم اوتپوتتون رو هر چی انتخاب کردین بر اساس اون میکنین. مثلا من اوتپوت رو انگلیسی کردم، باز بهش گفتم برو وایس تهیه کن. الان ببینید به صورت انگلیسی همون رو بهم میده، یعنی همون مطلب رو که نمیده. You've handed us a really fascinating set of sources. There's this in-depth نکته‌ای که داره در فقط تو قسمت انگلیسیه که شما میتونید اینتراپت کنید بین این گفتگو. یعنی اگر رسید به یه جایی از صحبت، مثلا رسید به قسمت درمان، داشتن توضیح میدادن که این قسمت چیه، شما سوالی واسهتون پیش اومد، منبع رو که نخوندین یا خوندین یادتون رفته، سوال ازش بپرسین تو این منبع در مورد این موضوع چی گفته. میتونین اینتراکتیو رو بزنید، یک فایل رو باز میکنه واسه شما به صورت انگلیسی، باید ازش بپرسید، فارسی رو متوجه نمیشه. من چندین بار فارسی ازش سوال پرسیدم، فارسی رو متوجه نمیشه. انگلیسی ازش بپرسید که این قسمت رو بیشتر واسه من توضیح بده، شروع میکنه در لحظه واسه شما توضیح دادن در مورد همون مطلب. خب این از این اودیو اوورویو. این چیزیه که 2 روز پیش به این اضافه شد و این هم جذاب. میاد اول یک پاورپوینت خیلی جذاب از این موضوع ایجاد میکنه، ویدیو اوورویو. میاد یک ارزم به خدمتتون پاورپوینت خیلی جذاب و گرافیکی تهیه میکنه و بر اساس اون صحبت میکنه. الان فقط از اوتپوت لنگویج انگلیسی فقط در دسترسه، فارسی نمیتونه تولید کنه. احتمالاً تا چند ماه دیگه فارسیش هم میاد. این رو هم من کلیک بکنم، من دیروز جنریت کردم. Welcome to the Explainer. In the next few minutes, we're going to take the pretty confusing charts and numbers from a super common lung test and turn them into a story that you can actually understand. Well, you know what? It can. A spirometry test does just that. It captures the story of how your lungs are working. But trying to read that story can feel like you're trying to decipher some kind of secret code. So today, we are cracking that code together. We're going to break down what the test is, how it's actually done, how to read the two main. یه خورده برم جلوتر، کاملا با یک شکل گرافیکی You should be able to get about 80%, شما maybe توضیح even more, میده. of your air out in that first second. If that percentage is low, it's a huge clue. این واسه چی خوبه؟ این شاید بشه گفت که کار ارائه رو خیلی راحت میکنه. حالا شما از زبانش میتونید بگذرید، همین رو خروجی بگیرید، چون میتونید خروجی بگیرید، دانلود کنید، صدا رو قطع بکنید، همین رو میتونید بعداً بذارید به عنوان پاورپوینتتون و شروع کنید به توضیح دادن در مورد همین. یه بارم، 2 بارم، 3 بارم اینو گوش بکنید، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. من اینو کامل گوش دادم، واقعا اگه خودم می‌خواستم پاورپوینت تهیه بکنم به این کیفیت و به این قدرت نمیتونستم پاورپوینت تولید کنم. یعنی این خیلی 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 خوب واسه تولید پاورپوینت در مطالب به شما کمک میکنه، مخصوصا اینکه اگر شما روی این مطلب تسلط کافی داشته باشید. که تسلط نداشته باشین شاید بعضی جاها متوجه نشید که چیکار کرده، ولی اگه تسلط داشته باشین متوجه قدرتش، این که میدونه کجاها مهمه، میدونه کجاها مهم نیست، میدونه کجاها رو باید فاکتور بگیره رو متوجه میشید. خب این از این.
حالا بریم سراغ چت. حالا بحث این که اینا چیزایی هستن که خودش میتونه جنریت کنه، یه سری چیزا هست ما میتونیم جنریت کنیم با دادن دستور. اولین گزینه اینه که شما در قسمت چت شما یک ستینگ دارید این بالا که روش کلیک بکنید به شما میگه که توضیحاتی که میخواد هوش مصنوعی به شما بده رو میخواین چجوری باشه. میخواد به صورت دیفالت باشه که این به صورت نرمال برای تمامی مطالب الگوریتم شده و ترین شده این هوش مصنوعی. اگر بخواید آماری داشته باشید، یه چیز آماری داشته باشید و ازش دقیق بخواید یه کار آماری واسه شما انجام بده، بهتره که این گزینه رو بزنید. اگر نه میخواین یه مطلبیه به شما راهنمایی بکنه از 0 تا 100 شروع بکنید به خوندن، این گزینه شاید بهتر شما کمک کنه. هیچ کدوم از اینا نبود، شما میتونید بیاین اینجا دکمه کاستوم رو بزنید، یعنی بیاین بهش توضیح بدید که من چی میخوام. برای مثال من برم تو قسمتی که خودم درست کردم، من اومدم 83 فصل کتاب فوق تخصصی خودمون رو بهش دادم. حالا هم واسه خلاصه کردن، هم واسه بعضی از وقتا مطالبی میخوام ازش استفاده کنم. 83 فصل کتاب کندینگز فوق کودکان رو من بهش دادم. شما قسمت نگاه کنید، در این قسمت من اومدم کاستوم کردم، بهش گفتم این شامل 83 چپتر کتابه، بر اساس یک پدیاتریک پولمونولوژی جواب بده به من دقیقاً میخوام چیزی که به تو چیزی که ازش خارج میکنی و به من میدی بر اساس این چپترها باشه و ارتباط بین چپترها رو اگر وجود داره به من بده. این به درد چی میخوره؟ مثلا من سال برد رو بهش میدم، بهش میگم که خب برو بگرد این سال بردی که من بهت دادم، برو بگرد این از کجای کتاب تهیه شد. میگه این از فصل 5 تهیه شده. بعد سوال ازش میپرسم خب این گزینه‌های مختلفی که داده، 4 تا گزینه داده، آیا با فصل‌های دیگر هم کنتروورسی داره؟ آیا مطلب دیگه‌ای از کتاب هست که اینو نقض بکنه؟ بر اساس این پرامپت میتونه بره بگرده و پیدا کنه. این پرامپت هم ندین هم ازش بخواید میتونه بره پیدا کنه، ولی بهتره که شما این پرامپت رو بهش بدید. عرضم به خدمتتون این از این. حالا و این قسمت این که پاسخش چجوری باشه، آیا یک پاسخ دیفالت بده به شما، پاسخ طولانی میخواین، پاسخ کوتاه میخواین، رو میتونین از اینجا انتخاب بکنین. این از پاسخ دادن. بعد نکته‌ای که داره، جوابایی که به شما میده چپ به راسته. حالا مشکل ما به عنوان فارسی زبان اینه که هیچ کدوم از هوش مصنوعی ها راست به چپ نمیتونن به شما خروجی بدن به خوبی. هر چقدر افزونه اضافه کنید، مثلا من الان افزونه راست به چپ هم دارم ولی باز این به من نمیده. به خاطر این شما میتونید حتی اینو کپی کنید، این دکمه کپی اینجاست، میتونید کپی کنید برای اینکه بخونیدش، وارد ورد کنید، بعد اینجا شروع کنید بخونید. مثلا این سوالی بود که من ازش پرسیدم چرا بالای 6 سال، گفته بر اساس منابع ارائه شده عبارت بالای 6 سال راحت تر است، easier for over 6 years old، در صورتی که منبع من فارسی ها، دقت بکنید وایس فارسیه ولی باز خیلی راحت انگلیسیشو متوجه میشه. در این در زمینه سن‌میوار به توانایی فرد برای انجام صحیح مانور اسپیرومتری اشاره دارد و خوبی اینم هست که شما مثلا برای مثال اگر روی منبع کلیک بکنید، روی این شکل ها کلیک بکنید، حالا این که وایسه، مثلا من اگر کتاب بخوام بیارم، مثلا ازش بپرسم درمان آمبولی ریه اساس جوابی که به شما میده با منبع است. یعنی اگر جای جوابی که داد نمیدونین از کجاست، میتونین روش کلیک بکنین و جواب اون رو به شما بده. حالا بس خیلی به سرعت اینترنتتون و موارد مختلف بستگی داره. مثلا من الان سرعت اینجا 1/10 سرعت معموله. خب جالبش اینه، همینه دیگه، دقیقاً چیزی که در منابع ما بهش اشاره کرده، درمانی واسه آمبولیریه نذاشته. یعنی یکی از ایرادات فوقریه کتاب و فوقریه ما اینه که
به صورت اسپسیفیک خیلی جزئیاتی در مورد این حالا واسه این مریض هپارین شروع کنیم، دریپ شروع کنیم، انوکساپارین با چه دوزی بدیم رو توضیح نداده. پس می‌بینید هالوسینیشن ایجاد نمی‌کنه، نمیره بگرده تو اینترنت بگرده مثلا دیتا اشتباه واسه شما پیدا بکنه و به شما بگه. دقیقاً بر اساس دیتایی که دارید یا دارید یا ندارید، اگر داشته باشید به شما ارائه میده. پس اینها هم به عنوان منبع شما میتونن به شما خب کمک کنن. پس کلیات کار رو متوجه شدید. حالا واسه موارد مختلف میتونید استفاده های مختلفی بکنید. مثلا میگم میخواین سوال برد تهیه بکنید، مثلا سوال اصلا میخواین در مورد عرضم به خدمتتون که مثلا من فصل برونکوسکوپی خودمون رو بیارم، بس و فصل برونکوسکوپی ما مثلا فصل 9 مثلا روش هم کلیک بکنید، اینجا بهتون یک راهنمایی میده که این فصل در مورد چیه، در مورد کدوم قسمت چپتر رو کاملا کلمه به کلمه واسه شما میاره. حالا من اوتپوت خواستم ازش، یعنی اوتپوت انگلیسی فارسی خواستم ازش، میپرسم 2 سوال تستی سوال تستی تولید کن. این پرامپت خیلی پرامپت ساده ای ها، یعنی حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم. شما اگه بخواید یک پرامپت خوب بدین در مورد سوال تهیه کردن، بعد بگید شما به عنوان یک فوق تخصص مثلا ریه، شما الان میخواید واسه فلوها طراحی کنین اینجوری، اگر میخواید واسه رزیدنت طراحی کنین به عنوان متخصص کودکان، از این منبع 1 سوال 2 سوال هر چند تا سوال تستی با این ویژگی، ارزم درجه سختی چقدر باشه، به صورت کیس پرابلم باشه، کیس طراحی بکنه، گزینه ها به چه شکل باشن، جواب رو به چه جور بده، منبع هم به من بگو. مثلا برای مثال اومده اینجا 2 تا سوال طراحی کرده که من اینو ببرم تو ورد که راست به چپش درست شه. خب کدام یک از گزینه‌های زیر یکی از مزایای عمده برونکوسکوپی ریجید در مقایسه با برونکوسکوپی منعطف است؟ 1 فلان، 2 فلان، 3 فلان، 4 فلان. بعد اومده گفته کدام یک از موارد زیر اندیکاسیون اصلی بال در بیماران اطفال دارد؟ 1 2 3 4. و عرضم به خدمتتون که مثلا میتونید پاسخ هر کدام با منبع رو ذکر. نه نمیخواین ازش سوال طراحی کنین، میخواین اصلا در مورد این مطلب برین که کنفرانس برگزار کنین، یه صحبتی بکنین، فرصت هم ندارید بخونین، یعنی راحت اول ازش میخواین، یا اصلا میخواین مطلب رو بخونین. یه قسمت سخته، مثلا قسمت فیزیولوژی کتابه، واقعا نمیشه انگلیسیشو خیلی راحت خوند. بهش میگین خلاصه کن واسم، ترجمه کن واسم، هر کاری بکن. خط به خط رو میتونه واسهتون ترجمه بکنه بدون اینکه دخالتی توش ایجاد بکنه. که اینجا اومده گفته مثلا پاسخ صحیح اینه، توضیح هم داده که چیه پاسخ صحیح فلان، توضیح هم داده، منبع هم به شما گفته. یا مثلا بهش بگین که از این فصل 10 اسلاید برای دانش شما یه خروجی میده اسلاید به اسلاید، میتونید اینو بعدا برید وارد بکنید داخل پاورپوینت و حالا هر چیزی میخواین بهش اضافه بکنید. مثلا نیا کنید نوشته اسلاید مقدمه، حالا من این بخاطر که چپ راستش رو درست بکنم، ببینید اسلاید به اسلاید میاد توضیح میده. اول مقدمه بر برونکوسکوپی کودکان، ابزارهای برونکوسکوپی، در مورد فلکسیبل اومده صحبت کرده، مراقبت و نگهداری از برونکوسکوپ، هندیکاسیون های برونکوسکوپی، انتخاب ابزار، چجوری بال رو تکنیک گرفتنش و پردازشش چجوریه، چجوری جلوگیری کنیم از آلودگیش، برونکوسکوپی های درمانی و عوارض و ملاحظات اقتصادی برونکوسکوپ. پس می‌بینید شما با یه پرامپت ساده میتونید یک فصل رو تبدیل به 10 تا اسلاید بکنین. حالا ما
به صورت نرمال در حساب رایگان شما 50 تا سورس اجازه دارید وارد بکنید با هر مدلی. گوگل درایو، لینک، حتی تکست بخواید چیزی کنید. مثلا یوتیوب دارید، فایل یوتیوب دارین در مورد مطلب میتونین بهش اضافه کنید. وبسایت دارین بهش میتونین اضافه کنید. فقط نکته‌ای که داره وبسایت ها نمیتونه زیر وبسایت ها رو بره در بیاره. مثلا شما یه وبسایت معمول رو در نظر بگیرید، چند تا صفحه زیرین داره که بعد کلیک کنید برید صفحات بعد، اون صفحات رو نمیتونه اکسترکت کنه، همون صفحه‌ای که بهش دادید رو فقط میتونه اکسترکت کنه. فکر نکنید یه سایت مثلا چه میدونم انجمن ریه بزرگسالان رو اروپا رو مثلا بری بهش بدی بره تمام دیتا و دیتیل اون انجمن رو در بیاره به شما بده، فقط همون صفحه رو بهتون میده. 50 تا اجازه دارید، به صورت پرو هم 300 تا اجازه دارید. مثلا من اگر مثلا اینجا من 83 فصل کتاب رو اگر مثلا حساب پرو نداشتم دیگه نمیتونستم وارد کنم، 50 تا رو یه جا وارد میکردم میرفتم بقیه رو که اینا بود دیگه. نکته‌ای که وجود داره این نوتبوک هایی که تولید میکنید با همدیگه هیچ ارتباطی ندارن. این نوتبوکی که من اینجا ایجاد کردم، این نوتبوکی که اینجا ایجاد کردم، مثلا حالا مثلا من اومدم 11 تا جلسه‌ای که در مورد تعبیه مکانیکی بوده رو اینجا وارد کردم و گذاشتم. از این به بعد هر چیزی بخوام سوالی طراحی بکنم یا چیزی طراحی بکنم میام از این استفاده میکنم. تمام منبعی که میخوام در موردش صحبت بکنم تو این مورد هست. اگر هر کدوم من بخوام سوالی در موردش خودم داشته باشم میرم روش کلیک میکنم، دوباره برمیگردم میخونم. اینها با هم دیگه هیچ ارتباطی ندارن. نمیتونید تو این پوشه سوالی در مورد این پوشه بپرسید، نمیتونه واسهتون در بیاره. در مورد تعداد نوتبوک ها هم باز هیچ محدودیتی نیست فعلا، یعنی حداقل تو سایت رسمی خودش چیزی مربوطه که شما 300 تا نوتبوک میخواین درست کنید، 3000 تا نوتبوک میخواین ایجاد بکنید نداره. این موارد کلی بود که توضیح دادم. نکته دیگه، حالا مثلا فرض بر این میگیرید که چند نفر هستی میخواید مثلا میگم چند تا از اساتید میخوان در مورد کتاب سوال طراحی بکنن. یکی از اساتید مثلا میتونه این رو تولید بکنه، این رو به صورت شیر با بقیه در میون بذاره. بقیه میتونن دسترسی داشته باشن. این که دسترسیشون به چجور باشه، فول نوتبوک باشه، به تمام نوتبوک دسترسی داشته باشن، فقط بتونن باهاش چت بکنن. محدودیتشون چجوری باشه، خودشون هم میتونن به بقیه بدن یا اینکه فقط با لینک میتونن وارد بشن و اینجا میتونید تعیین بکنید. نه نمیتونه حتی وارد بشه، اینجا شما مثلا یه نفر رو انتخاب میکنید که توی جیمیل شما هست، تو کنتکتاتون هست، میتونید بهش اضافه کنید و اون فرد الان به نوتبوک شما دیگه دسترسی داره. نیازی نیست اونم بیاد این 83 منبع رو آپلود بکنه، با همین نوتبوک دسترسی داره. اونم سوالی داشته باشه میتونه از این بپرسه.